مسکو فعالان مخالفان جمع‌آوری امضاها را در پایان نامه دسته‌جمعی ادامه می‌دهند و خواستار عفو بیشتر زندانیان از جمله زندانیان پرونده بلاتنایه شده‌اند. ماه می سال 2012 در مسکو در اعتراضهای بلاتنایه چندین نفر بازداشت شدند و حالا مرافعه آنها ادامه دارد. بانک مرکزی روسیه مجوز مستر بانک مسکو را به اعتبار اعلام کرد. بازرسان پلیس اعلام کردند که مدیران این بانک بیشتر از 600 میلیون دلار پول میزاجان را دزدیدند. این بانک یکی از قرض دهندگان بزرگ روسیه به شمار می رود. ایگور پوتین، پسر عمک ولادیمیر پوتین هم در هیئت مدیران بانک است. در اوکراین در کریم رهبران پیروان اسلام میگویند که یک شخص نامعلوم یکی از بناهای ساختمان مسجد سیمفروپول را آتش زده است. رهبران مسلمانان محلی از مقامات خواستند که به این حادثه رسیدگی کامل انجام بگیرد. در کریم بارها به مسجدها حمله صورت گرفته است. در قزاقستان فعالان در الماتا گرد هم آمدند و خواستند که دادگاه‌های کشور عادل باشند. راهپیمایی فعالان زمان انجام گرفت که نورسلطان نظربایف در آستانه در انجمن قاضیان دادگاه شرکت می‌جست. آنها از پرزیدنت خواستند که به پرونده ها مداخله کند، زیرا رسیدگی به پرونده ها عادلانه نیست. در بیشکک والدان کودکانی که گرفتار بیماری اوتیسم میباشند در همایش با هم تبادل تجربه کردند. بنا به معلومات رسمی در قرقیزستان 120 کودک گرفتار اوتیسم ثبت نام شده اند، اما انجمن والدان این کودکان میگویند در کشور حدود 2400 کودک گرفتار این بیماری وجود دارد. در گرجستان ببر سفید بنغالی در باغ حیوانات تیفلیس 3 ببرک به دنیا آورد. ببرهای سفید بنغالی خیلی خطرناک می باشند و خیلی کم در قفس به سر می برند. ببرک های به دنیا آمده دارایی مهمی باغ حیوانات به شمار می روند. خلاصه خبرها را از رادیوی آزادی می شنیدید.